باورم نمیشه. قسم یک چیز چطور امکان پذیر است، خصوصا اقدر وقتم سپری شده اورال. ما هم نفهمیدم. ببینیم از زیر مسئله باز چی میبره. بله عشقم کجاستی؟ منتظرت هستم. چی گپ است لالا؟ لالایی چی؟ در پیشت کسی هست؟ چی؟ ما یک کمه نوقتر میایم. یک راجل برم پیش اومده. سینان؟ چی شده؟ زیاد به تشویش هستم. هیچ پرسان نکو جانم. در ارتباط با قتل مادرم یک مسئله پیش اومده از خاطر. نه چه قسم یعنی؟ بله لالا، در ارتباط با قضیه یک راپورت داده شده. میگن که در قتل یک زنم دخیل است و ما بعداً برات زنگ میزنم. خداحافظ. قرار است که بیادر و کنان احمق هم مثل عزیز توپراک از زندان آزاد شود. آی خدای من، کی در قار خدا شوی. حالا این گپ دیگه از کجا شد؟ نو کلا چیز روبرا شده بود که ایلانتی. عزیز تو چرا این از ما پنهان کردی؟ تو تنها آدمه بودی که به من دروغ نمی گفتی. خواسته خلیله برا آورده ساخته مرا رسما فروختی. چطور این کارا کردی؟ چطور؟ به صورتی که این کارا کرده بودی چرا از من پنهانش کردی؟ مالکه خوش آمدی دخترم. خوش آمدی. مادر؟ خدا میفهمه چی گپ شده. آی پیش ابرو رفته بود دختر. خدا میفهمه چی وضعیت او را دیده. آخر رو دخترم پیش چشمایش کلان شده. ما برش گفتم که نرو، اما گپ ما گوش نکرد. صبر کنین، یکم تنها باشه، فکر کنه نباید سرش فشار بریم. ما پیشش میرم. نه دخترم، معلوم دار است که قار است. پدر تو ابرو را نمیشناسی، او به گپ خود نمیفهمه. خدا میفهمه که به مادرم چی گفته. او کسی است که بابت و رد گفتن به دیگرها تغذیه میشه. درست است، فعلا کدام کار نمیکنیم. ما بعدن کتش گپ میزنم. فعلا آرام باشه. دفنه الینا خو شده. ما میرم. اگر کدام چیز عاجل پیش آمد برام خبر بده. درست است. زنده باشی. کنعان، تو از اتفاقاتی که رخ داده خبر هستی؟ نه خیر. چی شده؟ گپ شده؟ از حوزه زنگ زده بودن در ارتباط با قاتل خانم جانان. کسی گزارش داده، میگه که قاتل دیده. مطمئن هستی؟ سینان و اورال هم به عجله به حوزه رفتن. خب برات کدام چیز گفت؟ کی گزارش داده؟ به ما دیگه جزئیات ندادن، به خاطر که ما دیگه عضوی خانواده نیستم. امیدوار هستم لالای می رقم نجات پیدا کرده بتانه. بسیار زیاد تشکر. خواهش میکنم. ملکه خوب هستی؟ به تشویش شدم. خوب نیستم عزیز. آی در صورتی که جگر خونت میکنه دیگه پیشش نرو. مانعش که شده نمیتونی، پس چرا اونجا میری؟ مرا ابرو جگر خون نساخته، تو ساختی. نفهمیدم ما چی کردیم. تو برم دروغ گفتی. ما باید از ابرو خبر می شدم.
نمیفهمم راجع به چی گپ میزنی. تو به خلیل پیسه دادی؟ به خاطر طلاق دادن من به خلیل پیسه دادی عزیز؟ من سرت باور کردم، من سرت اعتماد داشتم، تو را کوی فکر کردم که میشه سرش تکیه کنم. باید همه قسم میکردی ها، بدون ای که به من خبر بدی رفتی به خلیل پیسه دادی مرا خریدی. ببین ملکه، میتونم توضیح بدم. تو برام یک چیز بگو، به خلیل پیسه دادی یا ندادی؟ دادم. همین جواب به من کفایت میکنه. اما به خاطر پیسه دادن دلیل دارم. او چشم سفید باید از زندگی ما میبرامد. ما به خاطر خوشحالی ما حاضر به هر کاری هستم. حداقل میتونستی به من بگویی عزیز. اگه میگفتم ممانعت میکردی. من با چالاکی از ریشه مسئله را حل ساختم. از ریشه حل کردن امیره میگی ها؟ من از تو هیچ انتظار ایره نداشتم. قلب من شکستاندی. ملکه ببی کار نکن عزیز. هر قدره که گپ بزنیم قلبت مشکنانم چی میشه؟ مرا تنابان میخوایم کمه تناباشم لطفا. تو میفهمی که ما چقدر تو را دوست دارم. ما یک عمر انتظار تو را کشیدم. مسئله این نیست عزیز، بلیاز خدا این مسئله نیست. من تو را دوست داشتم، دوست دارم و دوست خواد داشتم، اما مسئله این نیست. خوب است، پس گپ دراز نمیکنیم. خب کدام سر نخ پیدا شد؟ ناقی خوشحالی نکن ماهیگیر. لالا این بیگانه است، میفهمم آزارش به مورچه‌ام نمیرسه. احتمال غلط بودن گزارش بسیار زیاد است. بلالایت که مورچه را اذیت نمیکنه بگو. چی؟ یک نفر گفته که ما شاهد صحنه جنایت بودم و یک دختر جوان دست. درست است دیگه. چی؟ او قدر آسان است دیگه؟ گفتن که به پلیس هر روز قسم صدها گزارش میرسه، اما تعقیبش میکنن کنعان. تعقیبش میکنن، فهمیدی؟ اما تو وقت تو بیادر کم مقل و پس فطرتت در زندان خواد پوسید و تو نمیتونی ببینیش. بیا بریم سینان. پدر، مادرم خوب است؟ خوب است دخترم، خوب است. خود چی میگه عزیز؟ ابرو برش چیزی گفته؟ نه، یک سوء تفاهم پیش آمده. مادر جان، حال بهتر هستی؟ دخترم، ما باید درباره یک چیز کتت گپ بزنیم. آی لالا عزیز، یک ساعت شد که از بیرون گوش کده میرم، دیگه طاقت کده نمیتونم. چی شده لالا؟ حال هوش کنین، نگوین که جدا میشین. ما یک تصمیم گرفتیم. ما عروسی میکنیم. چی؟ عروسی میکنیم. آی مادر جانی، چه زنده باشی دخترم، زنده باشی. تبریک باشه عزیز. تبریک میگم. زنده باشی. تبریک باشه، بسیار زنده زیاد. باشی دخترم، زنده. آی عزیز، باورم نمیشه در عروسی مادرش اشتراک میکنم. یکم کم دخترم. آی لالا عزیز. آی
هستی؟ معصوم ابرو. ابرو تو را چی شده؟ نه که تو ترسیدی؟ ها؟ رنگتون پریده نه که مریض هستی؟ چطور؟ نه از اینکه تو را دیدم بسیار خوش شدم جانم. مام یک دانه ما بله لالا. بله کنون خوب هستی؟ خوب هستم لالا، تو چطور هستی؟ حالا حرکت کو بیا که یک جای نان بخوریم. لالا ما باور کو که بیخی سیر هستم. جایت خالی 1 ساعت پیش همراه الینا غذا خوردم. پشت بودن در دریا بسیار دق شدیم. بچیم صدایت خوب نیست. اگه میخوایی ما پشتت بیایم؟ نه لالا ما خوب هستم. کنون بیبی اگه درباره چیزی که امروز گپ زدیم، یعنی اگه درباره گزارشه که به پلیس رسیده فکر میکنی، بهتر است که فکر نکنی. بیادر اگر راست باشه چی؟ ها؟ اگر واقعا قاتل کسی دیگه باشه چی؟ بیبی ما توی سن سال که رسیدیم با یک عالم دیوانه سر کار داشتیم. شاید کدام دشمن سینان و اورال به خاطر که اونا اذیت شون یک گزارش ناقی داده باشه. ما خوب صحیح هم تو را میشناسم و هم اوراله کلتونه. او از دوست کده دشمن زیاد داره، دشمناش بسیار زیاد است. میگی که موضوع را بسته کنیم؟ آی برات میگم تا که یک شاهد واقعی پیدا نشه اعتبار نکن. همونطور میکنم لالا. خب حالا نمیایی؟ تصمیمم قطعی است لالا. درست است بچیم، پس هر رقم که خودت راحت هستی. خدا حافظ. خدا حافظ. خانما آمادگی عروسی را کم زودتر بگیرین، دیگه صبر برم نمانده. آی عزیز چی میشه؟ محفل کلان نباشه، یک محفل خرد بین خود ما باشه، فقط بین خود ما. درست است ملکه، هر قسم خواسته باشه. گوش کنین من یک نظر دارم. بیاین در کشتی کنون محفل برگزار کنیم. این خوب، بسیار نظر خوبه. غذا آرام خود ما تیار میکنیم، اولین مشتریش هم ما میباشیم. والا بسیار خوب فکر کردی ها. با برگزاری محفل عروسی به کشتی کنون هم یک چانس میاریم. عالی است. فعلا خداحافظ. خداحافظ. صبح بخیر. صبح بخیر. خوش آمدی شاد دختر. بیا پشت دیدن تو در بین ما بسیار دق شده بودم. چی میخوری الینا جان؟ برای تخم بخوایم؟ پروتئین داره، پروتئین. نورا جان چند دونه تخم پخته کاس خیره؟ میشه که من تخم نخورم لالا؟ درست است میخوری. بعد از این هر چیزی که بخوری و هر چیزی که بنوشی رو نورا یادداشت میکنه. هر روز چک میکنم. نباید بگفتی کنی عزیزم، فهمیدی؟ ببین بیادرایت پیش تو هستن، چقدر خوب. بیازدهی زندگی هیچ چیزی به خانواده آدم نمیرسه، کل چیز میگذره اما خانواده میمونه. بزرگا چی گفتن؟ شوهرا میرن اما بیادرها میمونن. خرسه یاد کدام یاد دست بگی. الینا صبح بخیر. خوش آمدی عشق. خوش باشی. میبینم که سر حال هستی. مادر میگم یک پیران مقبول و رومانتیک باشه چطور؟ آی دخترم چت یاد نگوده این سن و سال پیران عروسی نمیپوشم. سن و سالت چی شده؟ البته که میپوشی، اما قسم نیست میلوش. البته عروسی به پیران مثل خانه بیبام است. من میگم که یک کورتی دامن بپوشم.
بپوش بعد از اون با جلسه هیئت رهبری برو. توبه کورتی دامنه چی؟ تو هم بیخی با ما مشاور خانوادگی جور شدی، فقط که کالا پوشیدنت بلد باشی. هر کس عاشق استایلم از خاله جان. حال ترام گفته بودم استایلتم. دخترم یک لباس مناسب بپوش خلاص. نمیشه، من میخوایم مادرم در پیران عروسی ببینم. آی اصل پیران عروسی چی؟ قربانتان شوم دختره خفه نکنین دیگه. تو بکتم خدایا. بیبی مادر چقدر پیرانای خوبش هست. آی اصل بیبی دیگه بیبی باش که دیگهش چه قسم هست بیبی. آی چقدر مقبول هست. باشتگیشون ببینیم. آی اصل یه خنش بسیار کلان است. نه دیگه مادر. بیا برو. بیشی خب مشنوام بگوی. بیبی برو. در شرکت درباره تو گفتنی زیاد نشر شده. او زندگی خصوصی تو است، مربوط من نمیشه. اما ملکه که تو را کلان کده بخاطر این گفته ها بسیار زیاد جگرخون میشه. بر علاوه بخاطر که به تو کمک کده باشه. این تا خانه تامد، اما تو را خوب درک نکدی. درباره گذشته از او برش یگان چیز گفتی. من خب کدام چیز دروغ نگفتیم. چیزی را که میفهمیدم گفتم. کاری که شما باید قبلا میکردین من انجام دادم. در اون صورت من برات یک گپ میزنم. اگر دفعه دیگه اصلا یا ملکه را جگرخون ساختی در مقابلت من استاد میشم. فقط همین. در این صورت ما هم یک چیز میگم. هیچ کس در کار من مداخله کردن نمیتونه. من یک دختر بالغ و آزاد هستم، هر کار بخوایم میکنم. کسی که به خاطر طلاق به پدرم رشوه داده شما سین منی. پس اشتباهتون در گردن من اندازین. خوش آمدین خانم. سلام. زیاد وقت ندارم. عاجل باید یک گزارش نوشته کنیم. عکس‌ها را چاپ کردیم؟ البته که چاپ کردیم. بفرمایید. حال تباه شدی سینان. حال تباه شدی. ما دیگه تصمیم خدا گرفتیم اورال. از دفنه جدا میشم. فکر میکنی دفنه بدون به دست آوردن چیز طلاق قبول میکنن؟ تو هیچ تشویش نکو اورال جان. پیشم یک قرارداد پخته ازدواج وجود داره. خلاصه شرکت ما ضرر نخواد کرد. آفرین سینان، بالاخره یک کار خوب انجام دادی. بعد از جدا شدن از دفنه چی میکنی؟ از آزادی خود لذت میبرم اورال. آفرین، دقیقا همین جواب انتظار داشتم. به کسی وابسته نشو. نه جانم، چرا وابسته شوم؟ بیازو از مدت طولانی منتظر ای طلاق بودم. دفعه دیگه به او حالت بر نمیگردم. او کوشش میکنه از زنش جدا شوه و من کوشش میکنم دوباره او را به دست بیارم. این حال روزه بیبی. سلام به همه، مانده نباشین. خوش آمدی بچیم. ده ایساد خیرتی خواست. اصل خواست، مام آمده مادر جان. بله من زنگ زده بودم، خواستم درباره جزئیات کار مشترک ما گپ بزنیم. در ضمن عروسی شما رو سازماندهی میکنیم. بالاخره اینا عروسی میکنن کنار. چی میگی اصل؟ پدر و مادرم عروسی میکنن. مبارکتان باشه مادر جان، بالاخره عاشقا به هم میرسن. زنده باشی بچه. بیشینیم؟
درست است میشینه. من یک کاغذ و قلم میارم. نمیتونی همراه من این کارا کنی اصل. هر دفعه که روی من دور میتون مو احمق هم میبینم. بیبی او شبر دوستا شنید با چه کسایی ملاقات میکنه. خانم الینا، خانم الینا، شما خوب هستین؟ خوب هستم. شما خوب هستین خانم الینا؟ میخواین به آقا کنان خبر بتون؟ ضرور نیست. مونده نباشین. ده گل صبح خانم مریض تیلا کردی و کار دارم گفته دویده خدا به اینجا رساندی. تو هیچ شرم نداری و بچه خواهر مرا فریب میتی سگ بیوجدان. چیخ نزن، اینجا رستورانت است. اورال چتیات نگو، ما در اینجا درباره کار گپ میزنیم. من باور کردم. این چی قسم کار است؟ خدمات غذایی کشتی کنان ما فراهم میکنه. برای جالب معلوم شد. وای خدایا، ماهیگیر پس به دریا برگشته. بسیار خوب شد. بیازه شرکت به خاطر ماهیگیر جای مناسب نبود. چی میخوای تو؟ من هیچ چیزی نمیخوایم. صحت و سلامتی تو نمیخوایم. کل ما شکر صحتمند هستیم. اگه اجازه بدی کار ما رو انجام بدیم. البته کار کنیم. موفق باشیم. روز بخیر. تو آمدی؟ ما فکر کردم خلیفه ترمیم کار است. بیا بفرما. ماشین ظرفشویی خراب شده. گفتم که امرای خلیفه در خانه تنها نمانی. میفهمی که در دنیا هزار رقم گپ هست. آی دوست گپ دنیا یکیش خو مربوط ما نشد. چی؟ نفهمیدم. گفتم که بسیار مهربان استی، زنده باشی، به خاطر ما به تشویش شدی و آمدی. تشکر میکنم. یک آدم بسیار مهربان استی والا. خواهش میکنم، وظیفه ماست. این کارم هم میکنم. کاش که وظیفت نمی بود. من یک دفعه ماشین ببینم باز گپ میزنه. چیزی را که تو در قدر وقت نفهمیده بودی من در یک روز فهمیدم. تو چی به درد میخوری کندال؟ آقا اورالمر کاری که بس از دانت بسته کن. دیگه از بهانه‌های احمقانه‌ات خسته شدم کندال. به هر حال از کار نو کنان خبر شدم. دیگه باید به همیشه از اون نجات پیدا کنیم. نمیخوایم که دیگه او را در پیش اصل و خواهرم ببینم. فهمیدی؟ خب چی میکنیم آقا اورال؟ یک کار بسیار بد میکنیم کندال. یک کار بسیار بد میکنیم. میخوایم هرچی زودتر دعوا باز کنم. ما کارهای رسمی را شروع کنیم. عالی است. اما آقا سینان باید ارتباط با دعوا بسیار محتاط باشیم. باید هیچ چیز کسی نفهمه. میفهمم. ما یک قرارداد ازدواج دارم. تا که آینده خود از ضمانت نکردیم عروسی میکنم. آقا سینان مقصد در قراردادتون مسئله خیانت مطرح نشده باشه.
خوب است که براتان بگویم در این روزا کوچکترین اشتباه میتونه باعث از دست دادن ثروتتان شود. اوه، وکیل صاحبم اینجاست. بیا زمان بسیار خوش دارم در مناسب ترین وقت در مناسب ترین جایی باشم. چی شده دفنه؟ سینان جان، در صورتی که قدر علاقمند جدا شدن هستی، در اون صورت خواستم که یک بار اینا را ببینی. آقا اورال خانم، الینا امصبح یک حمله کوچک از سپری کرد. چی؟ چرا به من خبر ندادی؟ فوراً به خود آمد، از او خاطر نخواستم براتون خبر بدم. حالا خوب است؟ خوب است. یه اتفاق چطور رخ داد؟ یک دفعه‌ای شد؟ ولمام نمیفهمم. در تلفنش یک پیام آمد، بعد از او یک دفعه‌ای حالتش خراب شد. درست است، تو برو. کم بود خواهر من بکشم، احمق. حال روز منو ببین. برام یک خبر خوب به تکندال. پلیس ها در حال محاصره کردن کشتی هستن آقا را. کنان پیش لالایش روان میکنیم. بیچاره تنها مونده. کلان چلبی شما هستین؟ بفرمایید، من خودم هستم. مواد مخدر، باید کشتیتان تلاشی کنه. زود شوین، دست به کار شوین بچه ها. کل جای بپاله. گپ بزن کندال، چی گپ شد؟ کار تمام است آقا اورال. مطمئن هستی؟ البته که مطمئن هستم. چند لحظه پیش پلیس ها داخل کشتی شدن. یعنی چی، تو حالت بندر نیستی؟ وقتی که اونا داخل شدن من فوراً برآمدم، گفتم یک دفعه کنان مرا نبینه. هنوزم از دور چراغای موتر پلیس میبینم. عملیات شروع شده آقا اورال. پس درست است. به خیر ماهیگیرم پشت کارش میره. میتونه امروز بیادرش بشینه کنج زندان بلست کنه. هر پیشرفته که دیده شد به من خبر بده. درست است آقا. آی ماهیگیر، نجات یافتن از تو به یک عملیات کوچک بستگی داشت. حالا به همیشه از تو نجات پیدا کردم.
اینجا پاک از دوستا رفتم میتونه. میبخشین مزاحمتان شده. خواهش میکنم آمر صاحب وظیفه‌تان است. هر گزارش باید عملی کنه. البته. حالا دوستا ده کشتی دیگه میره. مانده نباشین. زنده باشین. با کشتی دیگه میریم. زود شوید. الینا؟ کنان کجاستی؟ زنگ میزنم جواب نمیدی. والا عزیزم چی رقم برات بگویم؟ سرم کمی بیر و بارک بود، متوجه تلفنت نشدم. یک جنجالکم جور شده بود. چرا چی شده؟ با خاطر مواد مخدر کشتیارا محاصره کردن. گفتن که گزارش دادن حال کل کشتیارا میپالن. باورم نمیشه. تو خوب هستی؟ من خوب هستم. من چیزی خبر ندارم لالا. در کشتی ما خو کدام مشکل نبود، ولی از کشتی پولو یک نفر میبرن. خداوند نگاهت کنه. الهی آمین. ما بعداً برات زنگ بزنم. ما هیچ کاری نکردیم. ما را کجا میبرین؟ حالا بشید موتر. الینا؟ چی شده جانم؟ چرا بیدار شدی؟ خوابم نمی برد، باز گفتم او بخورم. خب به نورا میگفتی من میتونستم برات بیارم. لالا گپا کلان نکن. الینا مشنوم. تو خوب هستی نی؟ گفتم که خوب هستم. تو بسیار وسواسی شدی لالا جان. به هر حال ما او گرفته پس میرم. من بسیار هیجانیستم، صبر کردن نمیتونم. آی دخترم چی میگی؟ اما عروس خود توستی، تو باید هیجانی باشی. اما تو نیست. آی تو گپ ایره بیبی. عزیز میبینه که چی میگم، من ایره چیز نمیگم. یام دختر حق داره. بالاخره عروسی مادرش هست. عزیز مسئولیت داره. تا به امروز چند نفر عروسی مادرش دیدن؟ ولی راست میگه. چی کنم دخترم؟ یام قسمت تو بوده. پدر، من از مادرم شکایت دارم. خیرت هست؟ باز شروع کرد. ما برات بگویم تا که او پیران عروسی را سرت نپوشانده راحت نمیمونی. شاید است که پیران عروسی را نمیپوشن. چی؟ نمیشه. عزیز من مذاق نمی کنم. میشه برایش یک چیز بگویم؟ ملکه بالاخره عروسی میکنیم. عروسی مادر دختر است. بدون پیران عروسی نمیشه. حالا تو هم شروع کردی عزیز. ملکه ما بعد از سالها با زنم که دوستش دارم رسیدیم. دخترم عروسی پدرم مادرش میبینه، از او خاطر پیران عروسی شرط است ملکه. شرط است؟ آی درست است. میپوشم او پیران. اینمی تو دختر خوب. دفنه کجاست؟ دفنه نیست جونه، پیش مادرش رفته. حالا دیگه ای گپ از کجا شد؟ نه که مادرش مریض شده. الینا جان ببین، ما و دفنه تصمیم گرفتیم جدا شویم. از او خاطر پیش مادرش هست. چی وقت اتو شد؟ چرا با من خبر ندادی؟ نخواستم تو جگرخون شوی. شما خود زیاد با هم خوش بودین. چی شد که دفعتاً این قسم تصمیم گرفتین؟ ده اصل قسمی که فکر میکنین نیست. از بسیار پیش مشکلات داشتم که از عهدهش برآمده نمیتونستم. بس الینا جان، حالا باید بشینیم در پشت دفنه گریه کنیم جانم. اگر رفته دیگه در قصهش نشو. به هر حال چیزی که به خیرتان است هم تو. بله البته که میشه. خب پشت خیر من رنش نگرد جانم. کنان کجاست کنان؟ بس اون خوردن نمیایه؟ ها؟ صبح خیر. صبح خیر عشق. نوش جانتان. ما هم روغن جوشی تازه آوردیم. یک ساخو به درد ما میخورن نی؟
حال راحت شدم. من برات گفته بودم که از ما با آسانی نجات یافته نمیتونی. میشم روی آقا سینان با میز بشینیم و با تفاهم برسیم. اگه مبلغی را که میخواین بده مسئله در یک جلسه خلاص میشه. خب اگه قبول نکنه باز؟ اگه قبول نکنه کمی مشکل است، یعنی باید شاهده نشان بدیم. البته در این اثنا و عمله شما به جمع آوری اسناد شروع میکنه. هر کاری که از دستش میایه دریغ نکنه، من پروایش ندارم. آرزو میکنم موضوع به اونجا نرسه. تنها مشکل من پیسه نیست. میخوایم در شرکت به کار خود ادامه بدم. به خاطر که سینان جدا میشم نمیخوایم موقف خود در شرکت از دست بدم. در وقت معامله کردن اگه این موضوع را مد نظر داشته باشیم بسیار خوب میشه. شما هیچ تشویش نکنید. اون طرفا چقدر مقبول معلوم میشه. آقا اورال، کندال من تو را نابود میکنم بیشرف. آقا اورال چی گپ است؟ من تو را دمی و تو خفک میکنم. من نمیفهمم چی شده. نمیفهمی کندال؟ بیا که من برای توضیح بتم. بیبی حالا میفهمی؟ حالا فهمیدی؟ کاری که تو انجام ندادی را من باید چی بگویم؟ من با چشمای خود دیدم. آقا اورال، من دیدم پلیس کشتی را محاصره کرد. نه دیگه امکان نداره. امکان داره، بسیار خوب امکان داره. او در مقابل استاد شد و معنیدار کل چیزی برام گفت. من باید میفهمیدم که تو نمیتونی یه کاری انجام بدی. اونجا رسیکو میبینی چقدر مقبول است. کمال اینجا بیا. کمال جان خاله استاچو اینجا بیا. آیه خانم علینا، بسیار معذرت میخواییم، نفهمیدم اینجا. خیر باشه خانم نورانه که مهمان داریم. چی؟ خانم علینا، خواهرم صبح وقت همراه دکتر ملاقات داشت. از او خاطر طفل پیش من رها کردن. مزاحم شما در باغچه شده، بسیار میبخشید. استغفرالله. کدام گپی نیست. اینجا بیا که با هم معرفی شویم. نام من علینا است. نام تو چی است؟ کمال. بسیار یک نام خوبش داری. چند سال هستی؟ 5. نام من کنان است. تو خوب بسیار تیز میدوی. حالا بده ببینم که گیرت کدام میتونم یا نه. این طرف بیا. این طرف بیا. معلوم میشه که آقا کنان طفلا را زیاد خوش داره. بسیار. شما بسیار خوشبخت هستین خانم علینا. در ضمن اکثر مردم صاحب اولاد نمیشن. انشالله که شما به زودی صاحب اولاد شوین. حالا فهمیدی که اشتباهی چی بوده؟ مواد در کشتی اشتباهی مانده بودی. اگه یک بچه 3 ساله رو پیسه میدادم از تو که خوب تری کار انجام میداد. بیادر نامه کشتی از طریق مدیر خانم مایل فهمیدم گفت که یکاموز است. آدرسش هم گفت. دهانت بسته کو. باز در مقابل مستاد شده هوایی میگه که کار خلاص کردیم آقا اورال. میگن 2 کشتی پلوی هم دیگه بودن، نامردویشان هم یکاموز بود. من از کجا میفهمیدم وارد یکاموز اشتباه شده؟ فرصتی که به دست آمده بود از بین بردی. بیادر قسم میخورم که نمیفهمی. باید بفهمی کندال درباره هر احتمال باید فکر کنی. کندال حال هوشیارانه تر رفتار میکنه. خدا تو را لعنت کنه. در 4 طرف ماده هوشیار پیدا نمیشه. مادر جان، او روز ابرو تو را جگرخون ساخت. برای چیزه گفت؟ پشتش نگرد. تو چرا اونجا رفته بودی؟ آهای دخترم گفتم پشتش نگرد. چی شده؟ یک مدت میشه که ابرو همراه سینان رابطه داره. چی؟ آی خدایا. مادر نباید زیاد به ابرو فکر کنی، به خاطر او جگرخون نباش. میگی جگرخون نباش، اما تو نمیشه دخترم. ای که همراه یک مرد متأهل باشه به او مناسب نیست. او را دختر خود فکر کردم، اولادم فکر کردم، دو آغوشم گرفتم، پرورشش دادم، زحمتش کشیدم، حالی کارش مرا جگرخون میسازه. مادر او ابروز تغییرش داده نمیتونی. هنوزم از او توقع خوبی را داری. اشتباه نیست اصلا. هر دویتانم ما کلان کردیم. 2 دختره که در یک خانه تربیت شدن. چطور امکان داره که مثل شب و روز از هم تفاوت داشته باشه؟ ما در کجا اشتباه کردیم؟ هیچ نمیفهمم که در کجا اشتباه کردیم. مادر جان تو در هیچ جای اشتباه نکردی. ابرو هم قسم یک دختر است، تغییر نمیکنه، تاثیر پدرش است. متاسفانه حقیقت همیست. تا مگه ایره قبول کنی خوب میشه.
من قسم یک وضعیت چطور قبول کنم؟ سینان دفنه آمد و اینا رو سر میز انداخت. تو دفنه رو بیبی به ایمان است که بیکار نشیشته. از او انتظار هر چیز داشتم اما هیچ فکر نکرده بودم که ما رو تعقیب کنه. معلوم میشه که کار بسیار سخت میشه، بسیار. خب این موضوع به ما تاثیر بد میکنه؟ نمیفهمم ابرام، نمیفهمم عاقبت این کار کجا میرسه، دفنه تا کجا پیش میره، از ما چی میخواه، واقعا هیچ چیز نمیفهمم. خب حالا چی میکنی؟ اگر به خاطر ما موضوع طولانی شوه باز. درست است ابرو جان، لطفاً آرام باش. در زودترین فرصت همراه یک وکیل ملاقات میکنم، نظرشو میگیرم، بعد از او یک چاره میسنجم. بالاخره رسیده. یاکاماز نامش بسیار مقبول است. بیا از میله ها بگی. اینجا به اندازه ای که گفته بودی مقبول است. خوشت آمد؟ بسیار خوشم آمد. دیگه ای که تو همراهش خوش هستی مرا خوش میسازه. از وقتی کشتی را گرفتیم خود پس یافتیم، به یاد آوردیم که کی هستم، ولی از خود بیگانه شده بودم. من دور از دریا زندگی نمیتونم، باور کن. دریا خانم است. میفهمم، کل چیز در چشمایت واضح است. بیبی برای چی میگم الینا؟ در اصل میتونیم در کشتی زندگی کنیم. نظر چیست؟ بسیار خوبش میشه. در کشتی زندگی میتونیم؟ بله. تو وقت تو هم به خوبی صحتیاب میشی، برات بسیار مفید تمام میشه. باور کن همراه دریا، نسیم دریایی. الینا خوب هستی؟ خوب هستم، فقط کمی عوبونشون خوب. بیا اینجا بیشی. حالا شاید هوای دریا سر تاثیر منفی کرده باشه. اگر میخوایی به خانه برمیگردیم. بیبی من حتی در اینجا استادم شده نمیتونم. با کوچکترین مشکل خود بد احساس میکنم. من حال ده خشک خوب نیستم. باز در دریا چی قسم زندگی کنم؟ بیبی نو از شفاخانه برآمدی. این قسم فکر نکن. بیازو همیشه این قسم نمی باشه، اما تو نیست. میفهمی بعضی اوقات چی فکر میکنم؟ بودن تو همراه ما به معنای منصرف شدن تو از آرزوهایت است. الینا چتیات نگو. این فکرها را از ذهنت پس کن. درست است؟ حالا بیا داخل برات نشان بدم. مسئله طلاق چطور شد؟ هنوز کار خلاص نکردیم. وکیلم مصروف کار است. خب خوب است که البته تو کم مصروف شوی. دفنه به خاطر خواستن پیسه وقت کار شروع کرده. خدا میفهمه که اون ما راستین به دنبال چی چیزایی است. چی شده؟ بگو بیادر مقبوله. اورال یک موضوع است که باید بفهمی. پیش دفنه عکسای ما و ابرو است. ای لعنت به تو بیکارم. اگر تو یک کار درست انجام بدی با خدا دستم قطع میکنم. چطور میتونی قدر به احتیاط باشی؟ ببین من در سه ابرو به تو هشدار داده بودم، برات اخطار دادم، میفهمیدم که قربانی پلانای عمر میشی. اگه دفنه دعوا رو ببره برات یک کرانم نمیتونم. فهمیدی؟ تشویش نکن، من حلش میکنم. اورال چی رو حل میکنی؟ فکر میکنی دفنه چرا عکسای شما رو پیش خود گرفته؟ ها؟ به خاطر امضا کردن نیست. از خاطر این مسئله بسیار فایده میکنم. مبلغ بسیار زیاد دارم میخواید. این همه به خاطر کی است؟ به خاطر او ابرو. ما میفهمم که دفنه از ما چی میخواید. یک راه حل پیدا میکنیم، تشویش نکن. بله البته که پیدا میکنی. راه حل تو فقط پیش ما آمدن و کمک خواستن از من است. ببین فقط 2 روز بعد باز پیش دروازه میای و گریه میکنی که اورال حالا من چی کنم و چی خاک از سرم کنم. همینجا نشونی باشه.
شام الینا و کنانه به غذا خوردن دعوت نکنیم؟ دخترم حالا این گپ از کجا شد؟ صبح همراه عزیز گپ زدم و بسیار میخواه. تو چی نظر داری اصل؟ بسیار خوب میشه مادر بیایم. پس من زنگ میزنم. بگی زندگی. بسیار تشکر. خواهش میکنم. بله ملکه مادر. کنان بچیم اگه شام بیکار باشین تو و الینا را به غذا خوردن دعوت میکنیم. همراه الینا گپ بزنم باز بر توال میتام. درست است بچیم. خداحافظ. فعلا خداحافظ. ملکه مادر زنگ زده بود. به غذای شب ما را دعوت کرد. اگر نمیخوایی هیچ مشکل نیست. دیگه وقت میریم. درست است؟ کنان میشه دیگه همراه من مثل مریضا رفتار نکنی. حالی چی مانا داره؟ همراه من مثل یک طفل شیرخواره رفتار میکنی. نه ترس تا آغوشت نمیمورم. ای که هر کس از این پرسان میکنه حال وضعیت چطور است بهتر است یا نه. این مرا ناراحت میسازه کنان لطفا. من نمیتونم این وضعیت بیشتر از این تحمل کنم. بسیار میبخشی. من نمیخواستم تو را جیگرخون کنم. دقیقش نشو. این موضوعی نیست که فقط مربوط تو باشه. درک میکنم. دزیم البته که امشب به خانه آقا عزیزشون میریم. نمیشه که مریضی مرا بهانه کنی و نمیگویی. چطور هستی دخترم؟ کمتون به خود آمدی؟ بله آمدیم کاکا عزیز. ما میخواستم همراه کاکایم پیشتان بیایم به خاطر تشکری کردن هم از شما و هم از آقا کنعان. دخترم به خاطر تشکری کردن کدام چیزی نیست. ما بازم میایم تا قلب آرام شود. ما مدیون شما هستم. درست است. بیایید مهمان ما شوین یگان چای بخوریم. بچشم. میفهمی جانم، اول که من اینجا آمده بودم اینجا را بسیار خسته کن فکر کرده بودم، اما اینجا از محل ما کده پر ماجراتر برآمد دختر. ایده که چی مانده؟ در خانه هر روز یک اتفاق نه یک اتفاق رخ میده. اتفاقات خوب قسم مثل فیلم ها، عاشقای سرسخت، نرسیدنا، غمدیدای عشق و غیره و غیره. دختر سر اصل محوسی بیانه که از غمدیدای عشق تو هستی. آیی نه دختر و قسم نیست. چتیات نگو. بیا تو را کل خانه را نشان بدم. اینجا مثل قصر وارست. آی میلوش واقعا مثل قصر است، اما یک چیز برات میگم، هوش کنی کدام گل به آب داده این نعمت ها را از دست ندی. چتیات نگو دختر. حالا بیا. حالا اینا رو باید امضا کنن. بله آقا، بعد از اینکه آقا کنان اینا رو امضا کرد تمام سهمیه های شرکت واگذار میکنه. میبخشین کمه دیر کدام. ببخشین. سلام آقا کنان. سلام، خوش باشین. بعد از امضا کردن یه اوراق رابطتان با شرکت تماما قطع میشه. پس لحظه که منتظرش بودم رسید. میبینم که در اینجا خوب شکنجه میشودی. ببین چقدر بی صبرانه منتظر این لحظه بودی. او قدرم نیست بیاده. غیر از شوخی کردم بچیم، اما تو خوش هستی نه؟ اگه کار دیگه نباشم ما با اجازهتون میرم. البته ما اوراق آماده میکنیم و با شما تسلیم میکنیم. تبریک باشه. زنده باشی. خب شیرم، بعد از این به خاطر تو یک صفحه دیگه بسته میشه و یک صفحه نوام باز میشه. بیادر تا که صداقت، لیاقت و درستی در وجودت باشه بچین، کار نیست که نتونی انجامش بدی. انشاءالله. طرف ما ببین شام خو میای نه؟ ملکه زنگ زده بود. گپ زدیم. انشاءالله که میاییم بخیر.
علینا دخترم چطور است؟ خوب است؟ بد نیست، خوبتر است ولی زود خسته میشه. از همین خاطر گفتم اگه خود خوب احساس کنم میاییم. او خوب باشه برام کافی است. خب باش که امضا کنم. ما خب کنانشان به غذا خوردن دعوت کردیم، اما من میترسم که سر اصل تاثیر بد نمانه. به نظر من تو زیاد روی میکنی ملکه. اصل خوشتک نیست. آرزو میکنم قسمه که میگی باشه. درسته است، البته که درک میکنم مادر هستی. با اولادت فکر میکنی، اما به خاطر اینا ضرور نیست خودت شکنجه کنی. اگه اصل جگر خون میشه بان که شفه بعدن به خود میایه. زندگی هموتی یک چیز است. راست است، کاملا راست میگی، اما من چی بفهمم؟ بعد از مدت طولانی اولین دفعه است که قدر جگر خون میشه. از خاطر کمه میترسم. نه ترس، دیگه هیچ کس خوشحالی ما رو خراب کردن نمیتونه چونه. اوه، میبینم که لباسای نو پوشیدین. خیرت باشه. کجا بخیر؟ کاکا عزیزشان ما را به غذا خوردن خواستن. مرا سایل که ماهی گیر. اگه خواهرم و مویتایی میبره که جگر خون شوه من در مقابلت هستم. تو از روز اول در مقابل مستی، اما غیر از این تهدیدهای بیهودی دیگه کدام کاری ازت ساخته نیست. حالا اگه اجازه بدی میخوایم یک شام زیبا را دور از تو سپری کنم. اگه از من زیاد دور نباشی برات خوبتر است ماهی گیر. لالا جان من خب قبلا هم برات گفته بودم کنان هیچ وقت کار نمیکنه که جگر خون شوم. مطمئن هستی؟ کاملا مطمئن هستم. در ضمن بدون ای که اصل موضوع را بفهمی کاری میکنی که موضوع دل سرد شوم. این مسئله مرا بسیار ناراحت میسازه. نمیفهمم فهمانده تونستم. علینا جان تو میخوای چی بگویی؟ من نفهمیدم. درباره او عکس و پیامی که برام روان کرده بودی گپ میزنم لالا جان. کدام مسئله شده؟ نه جانم، یک مسئله بین ما و لالایم است. حالا بیا که بریم. آی داصل ما امشب با شما من توی یلانجی را پخته میکردم. بیبی که چطور فراموشم شد؟ دختر من توی یلانجی دیگه چه قسم است؟ ما سادهش پخته نمیتونم. یلانجیش چه قسم پخته میشه؟ واقعیش خو کمی سنگین تر تمام میشه خاله جان، خصوصا به خاطر تو بسیار مضر است. پیری و زایری است دیگه. وزن بگویی آه ماشاءالله به تو. من خو خوبی تو را میخوایم خاله جان. هیچ نخوای، من نمیخوایم. فهمیدی؟ حافظ تو کدام غذا را خوش داری؟ برم بگو من برات پخته میکنم. زنده باشی، من به برستم هر چیز که باشه میخوام. حافظ زنده باشه. به هیچ غذای نه نمیگه، خصوصا که دست پخت ما باشه. همه قسم نیست بچیم. همه قسم است اما جان. آی او خود کدام پشک نیست که به هیچ غذای نه نمیگه. البته که کدام غذای دلخوام داره جانم. یک بار دست پخت مرام بخوره. طرف ما بیبی ده قدر گشت و گذار چی وقت غذا پختنه یاد گرفتی؟ غذا پختن خوش قصد خاله جانم. کدام غذاها را پخته کده میتونی؟ مثلا کباب، منتو، آشک، بولانی. توبه خدایا. علینا جان بسیار خوش شدم که تو رو میبینم. چقدر خوب کردین که آمده. ما مزی که در اینجا هستم بسیار خوش هستم. هر وقت منتظرت میباشیم دختر مخوره. به رستورانت ما بیا، هم غذا میخوریم و هم دیگر را میبینیم دخترم. علینا جان خوش آمدی. فوق العاده معلوم میشی اصل. تو هم فوق العاده معلوم بشی جانم. بله حالا دیگه کلگی سر میز بره. حالا بفرمایین. علینا جان از این طرف بیا کنان بیا. حالا دیگه شروع کنین. بخیر نوش جانتان. ها کنان جان تو ازی خوش داری؟ بیبی برات تیار کردیم. خدا خیرتان بده. کاینی کام خوش داری نی؟ بسیار زیاد خوش دارم. علینا جان تو میگیری؟ بله میگیرم. بیبی او بچه از اینام بگی. پلو میخوایی علینا جان؟ نه تشکر. یکم از اینام بگی.
خوب هستی؟ کنان چند بار بگویم من خوب هستم. اینقدر پرسان نکن. علینا جان، کنان در مقابل عزیزای خود بسیار معتاد است، از خاطری که به فکر تساطع میکنه. اما جان، حالا بیا، ما منتظرت هستیم. سینا، خیرت است، چرا ای قسم آمدی؟ امشبان با هم هستیم ابرو. ما هنوزم تحت تعقیب هستیم. تو چرا خود دعاتش مندازی؟ اگه اتفاق بدتر رخ بده؟ خاله جان، این چه قسم تقدیر است؟ ای کنان و اصل هنوزم هم دیگر را دوست دارن بیچاره. چپ باش. این گپ دیگه از کجا شد؟ به نفهمیدن ای باید با آخرین درجه احمق باشی خاله جان. دخترم بعد است، عیب از غیبت نکن. ای خو غیبت نیست، پرده برداشتن از حقیقت است. تو ای را یک نوع برنامه گفتگو فکر کو. حقیقتایت پیش خود نگاه کن. برات یک چیز بگویم، ای زن کنان متوجه کل چیز است. قسم است. البته جانم، این مسئله را فقط عاشقا درک میکنه. خاله جان فهمیدی نه؟ فیلمی که گفتم دو جوان میباشن که همدیگر را دوست دارن و همدیگر نمیرسن. عشق ناممکن نام داره. چی نام داره برام بگو ها؟ فهمیدم. خب اگه اولالای خشن دختر نمی بود اونا به هم میرسیدن نه؟ خدا بگیرش انشالله. آمین آمین. دخترم چیز میخواستی؟ میخواستم ببینم دستشوی کجاست. درست از من نشان میتونم برای دختر مقبولم. بیا خدا کن گپ اساست انشالله. خب حالا چی میکنیم؟ منتظر قدم بعدی دفنا میباشیم ابرو. یعنی دست و پای ما فعلا بسته است. ابرو، ای عروسی زود یا دیر ختم میشه. مسئله تا به اینجا رسیده، دیگه برگشت وجود نداره. خدا را شکر که طفل نداره، مگه دفنه از اون استفاده میکرد. خدا را 1000 بار شکر. سینان تو طفل نخواستی؟ دست ما بسیار میخواستم، میفهمی؟ یگانه آرزوی پدر شدن بود، اما دفنه زنی نبود که در خانه بشینه و طفل به دنیا بیاره. بسیار حریص بود، از او خاطر به تأخیر انداخته میشه. به نظر من تو یک پدر فوق‌العاده میشی. میشونه عشقی 100%. از ما بزرگترین آرزوی عروسی کردن و صاحب طفل شدن است. میخوایم اولادای زیادی داشته باشم، از کلشان پرستاری کنم، یک آشیانه یک کلان داشته باشم. شاید از خاطری است که در یک خانواده از هم پوشیده کلان شده. میخوایم یک روز ای آرزوی ما را به حقیقت تبدیل کنم. علینا جان، همیشه منتظرت هستیم. اصلا منتظر دعوت نباش، هر وقت خواستی حرکت کو بیا. ببین دخترم، کران بیازو اولاد ماست. تو هم قسم هستی. هر وقت به چیز ضرورت داشتی یا که دق آوردی ما دم اینجا هستیم. درست است؟ بسیار زیاد تشکر، شما بسیار مهربان هستید. به خاطر کل چیز بسیار تشکر. خب دیگه علینا را در یه هوای سرد منتظر. بله. زیاد روی نکن.
شما که خنک نمیخورن مام نمیخورن. از خاطر که به تو فکر میکنم گفتم. هر کسی به خود فکر کنه. به خاطر که ما از فکر کردن دیگران بسیار خسته شدیم. شام بخیر. پیشنهاد معقول و مناسب من همی از سینان. تو نباید زنه که دوستت داشت ها میکدی و میرفتی. کنانه سورپرایز میکنم. یک دفعه تو نشک اونجا بری و خودت سورپرایز شدی. از هر دوش استفاده میکنم. نمیشه، هر دوش نمیشه، یکیش انتخاب کن.